نرسیدن آب نوشابه در فصل تابستان با یک مشکل اساسی شهروندان پنجگین تبدیل یافته است. خاصه امروز که بیماری کووید 19 در مردم کوبید و آدم بیشتر با آب نوشابه نیاز دارند. امروز کجایی نمی‌روید از تنقیصی آب آشامیدنی شکایت می‌نمایند. همین منظره همین احوال در نزد بازارچه کوچه Терешкова به نظر مشاهده رسید. Пожалуйста, прошу вас, дайте людям воду. Воды нету, туалеты забиты. Унитазы каждый год меняем. Сейчас говорят ковид, даже руки помыть нечем. С ночи воды нету. Звоню, говорят, трансформатор сгорел. Звоню, говорят, хлорируют. Каждую минуту постоянно что-то другое говорят. Что-нибудь решайте, мы же люди, не звери. هر ماه وقت پلوب میتیم. اون یک من دو روز باز آب نیست داشتیم حافظ همسایه برفتیم آب نیست دراشو محکم نمیکشویم کجا ریم صبح مگم هات بانچکا پر آب بچه مایده داریم کسل داریم در خانمو نمیدونم کجا ریم دو تا دکی گویم نمیدونیم هات عین کسلی که هست باید که هر وقت بچه دست شویه او دم چای خونه وابشه آب نیست در خونه خونه همسایه دروازه محکم کرد آب نیست گفت وقتی که پول آب گفته میبیام اگر یک رو دو روز نیست که مگه دسترم آمده میگرم وقتش ما پول وقتش با آب میتیم ما از آبتری در ایتاژ میشینیم 5 ایتاژه باور میکنید اون کسی که در کوارتیرش خودش میدوند یا بالای سر خدا میدوند باور میکنید همین در آمده نمیشد ابی آبی چقدر غذا میکشیم اذیت میکشیم وقتش به نکسم ما پولش میتیم مراجعت میکنیم بیفایده فهمیدین میبیام میرون بیفایده نیستم وقتش مو مبلغشون میتیم دورتر از بازارچه نیز مردم با ظرفهای آبگیری مشتاق آب بودند. وقتی حاضر اپیدمی وقتی پاندمی و وقتی کووید 19 با خلق به آب مانده ممکن می دور از بازار خلق به آب باز یک تا کفاش هم میزنه یک دم هم میگذره چون نشدن ممکن حتی چکتی شاید آب نباشه چکتی شدن در کن آب نیست یک تا منم دومیش ببین بس شیش به میباد خودم گرفته نمیتونه در حال 4 نفر 40 تومان مسئولیم. در مورد با آب نوشابه تامین نبودن اهالی سیخ‌های ماشینشویی را عیبدار می‌نمایند. در سیخ ماشینشویی کوچه Терешкова کارمندان آب را خاموش کرده دعوا داشتند که اینجا آب عموما وجود ندارد و این همه در صورتی که یک نفر کارمند ماشین همین حال شسته را با لطه خشک میکرد. آب هست؟ در کوچه روبروی جمعیت سهامی دوران هم مشتریان نزد یگانه قبری که از آن آب خیلی کم جاری میشد جمع مانده بودند. من 3 روز بگو آب من همچه چرچرک من همه آب نیست محمد دیگه موقع این هفته من همسایه میداریم آب میگیریم هم هر وقت پولش میتیم آب نیست چه آمونیم اینجا پرچنای دا نیست بالاش پر رئیس هست کلون هست اما همون رئیسشون اینا حل کردن در کار ولی پرچنای دخل ندارد ولی پولش میچیند و مانده میرد و بالا پریکاز میبیو این کار در کلون البته هر یک کس پس سری کسی 7 سومانه 7.5 سومانه پول میتیم جاش بیاد یک آیله 35 تومن میتیم 40 تومن میتیم هر ماه مثال محبت روز دراز نتید سحری 2 ساعت 3 ساعت عبید 2 ساعت 3 ساعت بگاهی 2 ساعت 3 ساعت دیگر همه آبا محبت جاش میبیاد بنا پسوده همه حاضره وضعیت بود من آب جا استفاده میبریم تا که من همسایه بیچاره از ساعت 5 خزن و درشان کشود مهم درای ما همجا 2 سطل آب بریم مهم کسلی بر من مثال بنا همه آب نگاه میکنیم خانه همسایه استفاده میبریم من حفظ داره باشد اگر مهم میبرویم به حضور مثال جامعه شویی هستم پسوده شهر هست دیگر کار هست من یک کوچه آب داریم همینجا آب نمیبیاد تماما بیادم 10 منت 15 منت چک میبیاد تمام کش میشه. در بعضی موضوع شهر آب فراوان بود و با آن مردم حتی پای میشستند. در سیخ ماشینشویی روبروی کارخانه سابق شربت فشار آب تا جای بلند بود که اداره کردن آن مشکلی داشت. ساکنان دهه چنار انیخترش تشنگان این دهه از قبور آب با استفاده از ظرفهای آبگیری کله مناره ساخته بودند. من همین ساکنی چنار میباشم چند روز باز است که همین آب پرابلم دیگه چیکار کنیم با کجا مراجعه کنیم. خلاصه سنجش سطحی کفایه بود در سازید که واقعا هم در تقسیم آب نوشابه عدالت نبود و امروز هم نیست و مذبح همین علت جای کل است و جای چول
جای انیخترش نزد پایگاه آبکشی شربت با استفاده از آب نوشاکی حفظ شناوری بنیاد کرده و از حساب آن کدام صاحبکار فایده به دست میارد. از همین مناسبت بوده است که سیخ‌های ماشینشویی از آب عموما تنقیصی نمیکشند. از همین مناسبت است که عرض شکایت مردم به گوش کرسی نشینان اداره آب تشناب و کانالیزاسیون نمیرسد. از همین مناسبت است که در حویله‌های علاحده از آب عموما تنقیصی نمیکشند. و اینجا سوال قانونی به میان میاد که تا که این وضعیت ادامه یابد، تا که مسئول و متصدی و وظیفه‌دار و عهده‌دار اداره آب تشناب و کانالیزاسیون به کمیته و عرض شکایت مردم از پس پنجه می‌نگرند.